جفری دامر دست کم 18 مرد و پسر بچه رو بین سال 1978 تا 1991 به قتل رسوند. قتلایی که دامر مرتکبشون شده و واقعا عجیب و وحشتناک بودن. قتلای اون شامل تجاوز با نهایت خشونت، خوابیدن با جنازه قربانیان، مسلح کردن جنازه و مرده‌خوری بودش. دامر اولین قتل خودش زمانی که فقط 18 سال سن داشت مرتکب شد. وایسمن هیکس 19 ساله بعد سوار کردن از کنار جاده به قتل رسوند. به گفته دامر اون هیکس رو به خونش دعوت کرد و فقط به خاطر اینکه دوست نشون از اونجا بره، اونو به قتل رسوند. تو سپتامبر 1988 دامر به خاطر بدرفتاری جنسی با یه پسر بچه 13 ساله تو میلواکی دستگیر شد و به خاطر اون 10 ماه زندانی شد. اون تونسته قاضی رو راضی کنه که به روان درمانی نیاز داره و به همین دلیل به صورت مشروط آزاد شد. اون بعد از گذشت مدت کوتاهی قتل‌هاش رو شروع کرد که با دستگیریش تو سال 1991 هم پایان یافت. تو ماه می 1991 یه پسر بچه 14 ساله لال که اتفاقا برادر کوچیک‌تر همون پسر بچه‌ای بود که سالا پیش به خاطر آزار و اذیتشون رو به زندان انداخته بودن و در حالی که داشت به طور برهنه تو خیابون راه میرفت پیدا کرد. دامر پیش پلیس مدعی شده بود اون پسر بچه لال بعد از مصرف مشروبات الکلی با هم درگیر شدن، از هم جدا شدن. اون گفته بود در واقع این پسر بچه لال 19 سالشه و شریک زندگیشه. تو داستان دامر هیچ مورد مشکوکی نبود به جز بوی بدی که از توی خونش میاد. بعدها مشخص شد که اون بوی بد بوی جسد قربانیاش بوده. درست همون شب دامر پسر بچه رو کشت و سلاخی کرد و بعد جمجمه‌اش رو به عنوان یادگاری نگه داشت. تو تابستون سال 1991 دامر تقریبا هر هفته یه نفر رو به قتل میرسوند. تو ماه جولای دامر یه مرد دیگر رو به خونش کشوند و سعی کرد که دست و پاشو ببنده که موفق نشد. قربانی خودشان صحرایی که دستمند از دستش آویزون بود سعی رفت و به پلیس خبر داد. پلیس پس از تفتیش خونه دامر با بشکه‌های پر از اسید، سرهای بریده شده که تو یخچال بودن جمجمه انسان روبرو شد. اون با همه جنازه‌ها رابطه برقرار می‌کرد و گوششون رو می‌خورد و بعدش هم با مته جمجمه بعضی از اون‌ها رو سوراخ می‌کرد. در نهایت جفری دامر تو 15 مورد قتل گناهکار شناخته شد و به 15 بار حبس ابد و در مجموع 937 سال زندان محکوم شد. موقع شنیدن رأی دادگاه دامر اعلام ندامت کرد و گفت دوست داره بمیره. تو نوامبر 1994 دامر و یکی دیگه از زندانیا تو باشگاه زندان توسط یه زندانی دیگه کشته شدن. در آخرم دامر تو راه بیمارستان بر اثر ترومای شدید مغزی مرد.